الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز، امروز برادری به ما سوال کردن که در مهاجرت به تقدیر الله سبحانه و تعالی و به حکمتش و علمش و فضلش مدت 3 سال است که در حبس هستند و پیش از این زندگی خوبی داشتند و بعد از این که 3 سال در حبس نشستند و حالا هم در حبس هستند، زنی برادر زوجه اشون رساله میفرستد یا که با تلفن میگوید که دیگر تو مرا از یادت برار و من طلاق خود را از تو میطلبم، یعنی طلاق مرا بده، دیگه من با تو زندگی کرده نمیخواهم. بارک الله فیکم. برادر سوال میکند که من در این حالت چگونه معامله بکنم با زوجه خود، از نظر شریعت چگونه معامله بکنم؟ پیش از این که ما به این سوال جواب بدهیم میگویم که خواهران عزیزم، بارک الله فیکم او بارک الله فیک یا خواهر عزیز، الله همه شما را حفظ بکند. زن اگر مسلمان باشد، زن اگر نمازش را بخواند، زن اگر روزه‌اش را بدارد و شوهرش را اطاعت بکند، داخل جنت الله سبحانه و تعالی خواهد شد. چخیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میگویند المرأة اذا صلت خمسها و صامت شهرها و اطاعت زوجها دخلت الجنة ربها. زن اگر نمازش را خواند، روزه فرضی ماه مبارک رمضان را دارد و بعد از این اطاعت شوهر بکند، به جنت الله سبحانه و تعالی حتما داخل خواهد شد اگر موحده باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اگر من مأمور می شدم که به کسی دیگر سجده بکنم، به کسی دیگر سجده کردن به من امر می شد، من زنها را امر می کردم که به شوهرهای خود سجده بکنید. سجده کردن به شوهر جایز نیست، لیکن سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کنایه به بزرگی و منزلت و شرفمند بودن مرد در بالای شوهر، مرد در بالای زنش میکند. یعنی مرد در بالای زن خود قدر و بزرگی و منزلت به نهایت زیاد دارد. اینچنین الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشأن گفته است الرجال قوامون علی النساء. مردها قوامان یا که حاکمان یا که نگهداران زنان هستند. خواهران عزیزم، اگر شوهر شما موحد باشد، اگر شوهر شما مسلمان باشد، هیچگاه از اطاعت شوهر خود دست نکشید، هیچگاه از شوهر خود ناامید نباشید، هیچگاه در حالت وزنینی حالت شوهر خود از اون روی نگردانید. بارک الله فیکم. این برادر ما برادر موحد است، برادری که به خاطر دوستداری اسلامش داخل حبس شد. زنش امروز بعد از 3 سال می آید میگوید که من دیگر نمیخواهم که با تو زندگی بکنم. مگر این خواهر فراموش کرد اون قصه های زنهای صحابگان را که بعد از وفات فرزندش شوهرش همیشه فقط رسول الله را میپرسید، یعنی عشق دین را داشت.
یا فراموش کرد اون قصه زنان صالحه را که سالهای دور و دراز انتظار شوهران خود بودند که کی از جهاد باز میگردند. قصه عجیب به یادم رسید، قصه انس نه انسی که انس ابن مالک صحابه، بلکه انس پدر امام مالک رحمه الله. امام مالک مذهب مالکی، صاحبش امام مالک امام دارالحجره، امامی که در مدینه زندگی میکردند، پدرشون انس نام داشت. برای همین ما امام مالک را مالک ابن انس میگیم. انس رحمه الله زن میگیرند. وقتی که یکمین شب به نزد زنشون داخل میشوند، روی زن خود را میکشایند، میبینند که زنشون صورت و نمود زیبا ندارد، زنشون سیاه‌پوست است و از زنشون خوششون نمی آید و از زنشون کنارگیری میکنند. یک روز، دو روز، یک شب، دو شب از زن خود کنارگیری میگیرند، میجویند و به زن خود اهمیت نمیدهند و با یک معنای سخن میگن که تو زیبا نیستی، به خاطر این من به تو نزدیکی نمیکنم. بعد از دو شب یا که سه شب گذشتن، این زن، این دختر که بینهایت دختر صالحه و دختر بینهایت عاقله هم بود، به پدر امام مالک گفت: یا انس، ای انس، لعل الخیر فی الشر. انس، شاید نیکی و تمام خوشبختی این دنیا و آخرت در من بد باشد. میگن که شاید نیکی در بدی باشد، یعنی ای انس، تو مرا در حالت بدی میبینی، تو گمان میکنی که من بدم، شاید در منی بد، در منی صورت خنک، شاید نیکی و برکت این دنیا و آخرت باشد. و یک صحبت میکند که انس ابن مالک با این صحبت زن، با این زن خود معاشرت و همخانگی میکنند، یعنی در همون شب علاقه میکنند و بعد از این روزی دیگر از خواب میخیزند و میروند به مرکزی، مکانی که انسانها را برای فتح کردن منطقه ها گسل میکند، رایی میکند. انس رحمه الله پدر امام مالک با همراهی یک گروه مسلمانان که لشکر امروزه مسلمان ها بودند، از مدینه می برایند به سوی سمرقند، به سوی ماوراء النهر، خراسان، سمرقند، طرفهای ما، برای فتح کردن این منطقه ما. و بعد از 30 سال باز می گردند. الله اکبر. زن امام مالک، زن انس، مادر امام مالک 30 سال شوهر خود را انتظار می شوند. 30 سال دراز بعد از یک علاقه کردن، دختری جوان انتظار شوهری صالح مجاهد خود می شود که این انس پدر مالک است. اما الله سبحانه و تعالی برای این مرد صالح و زن صالحه در همون یک خواب و خیز، در همون یک شب اولی که زندگی کردند، به اونها یک کودک را بخشید، عطا کرد که این کودک پسر بچه مالک، صاحب مذهب مالکی، مالک ابن انس بود. انس پیش از به سمرقند یا که به طرفهای ماوراء النهر، پیش از سفر کردنشان به زن خود اینچنین یک مقدار پول گذاشته رفته بودند. این زن صالحه تمام پول مال را برای تعلیم گرفتن امام مالک صرف می کنند و بعد از 30 سال گذشت وقت، انس از ماوراء النهر، از منطقه من و شما باز میگردند به سوی مدینه و اولین جایی که میدارند به مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و برای اینکه این سنت است که انسان وقتی که سفر میکند، وقتی که از سفر باز میگردد، باید به مسجد اول درآید، 2 رکعت نماز خواند، بعد به خانه خودش رود. خیلی که رسول اکرم صلی الله علیه و این عمل را میکردند. اینچنین انس پدر مالک وقتی که از ماوراء النهر، از جهاد و فتح بازگشتند، به مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داخل شدند
و 2 رکعت نماز خوندند و یک نگاهشان افتید که دیدند که یک جوان در کرسی نشسته است و انسانهای زیاد، صدها انسان در گرد اطراف این جوان بچه حلقه زده اند و گوش میکنند و این جوان بچه به اونها حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را شرح و توضیح و آیات الله سبحانه و تعالی را میفهماند. انس پدر امام مالک رفتند به این حلقه نشستند. عجبشون آمد و بعد از ادا شدن حلقه از یکی از این نشستگان از این مردم پرسیدند که این مرد کیست؟ این جوان بچه‌ای که عالم قوی هست همه گوشش میکنند کیست؟ مردم گفتند که این امام مالک است. مگر تو نمیدانی؟ گفت مالک کیست؟ کدام مالک؟ گفتند مالک ابن انس. گفت کدام انس؟ گفتند اون انسی که 30 سال پیش سفر کرده بود، دیگر نامم خبرم نیست، درکی نیست. این انس آرام چیزی نگفت، فهمید که پسرش است. برای انیق کردن و تحقیق کردن بعد از اینکه درس امام مالک تمام شد، از عقب امام مالک آهسته آهسته نگاه کنان رفت که امام مالک به کجا می رود. نگاه کرد که حقیقتا امام مالک به خانه انس داخل شد، به خانه خود انسی که پیشتر 30 سال پیش رفته بود. از عقب امام مالک، انس هم پدر مالک هم به این خانه داخل شد که امام مالک زود از گریبان انس گرفت و گفت ای مرد بیگانه، در خانه کسانی بیگانه چی کار میکنی؟ به اینجا چرا داخل شدی؟ گفت آرام باش، آرام باش. در این حالت مادرش بیرون شد. مادر امام مالک گفت ای مالک، گذار این مرد را ببینیم که چی میخواهد. این مرد را کسی نشناخت، اما این مرد یک سخنی گفت. ای زن، گفت من به تو یک سخن میگویم که با این سخن تو مرا خواهی فهمید و شناخت. این سخن این است که تو در شب اول زندگیمان گفته بودی که لعل الخیر فی الشر، شاید نیکی در من بدی باشد. این من همون مردم. بعد از این زن فهمید که این همون شوهرش است که 30 سال پیش برآمده بود و 30 سال این زنی صالح هم انتظار شوهرش بود و این پدر امام مالک بود که به سبب یک سخن و به سبب صبر این زنی صالحه و به سبب عفیفگیش و سبب طاقتش و به سبب انتظاری مرد صالحش و به سبب عفت و پاکیش را حفظ کردن به اون یک مرد جوان قوی که تا روز قیامت نامش ماند که هر روز رحمه الله میگویم امام مالک را، امام دارالحجره را هدیه کرد و بخشید و عطا کرد. ای زنی مسلمان، ای خواهر مسلمان، تو 30 سال صبر نکن. شوهرت 5 سال حبس شده از طاقت بکن. شوهرت 10 سال به خاطر اعلا کردن کلمت الله، به خاطر اعلا کردن توحید، به خاطر خدمت دینش حبس شده است. تو صبر بکن، اجر خواهی گرفت. تو به هر یک دقیقه و ثانیت ثواب خواهی گرفت. تو فرزند این مرد را مرد موحد تربیت بکن. تو عفیفگی و صالحگی خودت را نگه بدار. تو دستگیرنده شوهر موحد و رنج کشیده در راه الله باش. اگر تو یک رنج را برداشته نتوانی، چگونه از درگاه الله سبحانه و تعالی اجر و ثواب زیاد را میطلبی؟ اما ناگفته نماند که حق دارد. زن حق دارد که وقتی که از شوهر خود بینهایت دور است یا که شوهرش به یک سالهای دور و دراز حبس شود، حق دارد که بگوید که من میخوام که شوهر بکنم، من میخوام که از تو جدا بشوم. حق دارد. لیکن ما میگیم که افضلش شوهری موحد خود را انتظار شود. شوهری بیچاره که یک ضربه به خاطر بالا بردن کلمه الله کشید و خورد و به درون حبس رفت، ضربه دیگر تو نباشی که میان این مرد را بشکنی. صبرت خوب است و افضل است. به خاطر الله خواهرم صبر بکن، به خاطر الله انتظار کش. زندگیت ان شاء الله از این هم خوبتر و افضلتر خواهد شد. اما اگر زن خواهد که جدا شود، طلب طلاق بکند، جایز است و در این حالت نصف مهری که مرد داده بود این را میگرداند. طلاق را اگر زن طلب کند به مرد بگوید که طلاق من را ته، در این حالت به مرد مهری که مرد داده بود نصفش را میگرداند. بارک الله
فیکم. و البته طلبیدن طلاق به عذر این جایز نیست. طلبیدن طلاق به عذر جایز نیست. و اما نسبت مردان، نسبت این برادر ما میگیم که برادرم الله برکت بدهد و به این مصیبت شما الله سبحانه و تعالی آسانی را بیارد و از حبس شما را زودتر، از حبس این کفار شما را زودتر نجات بدهد. برادرم شما نصیحت بکنید، با تمام معامله های خوب تعامل بکنید و به اون فهمانید که با اون زندگی کردن میخواهید و بعد از این همه اون باز اصرار بکند و باز دوام بدهد که طلاق من را ته و من با تو زندگی کردن نمیخواهم و بعد از این به گفته های شما اهمیت ندهد، به اجازه شما به هر کجا خیلی که گفتید قدم زند و چیزی خواهد بکند، در این حالت طلاق بدهید، هیچ باکی ندارد، ان شاء الله خیر است. و اگر اون هم شاید یک نکاح دیگری خواسته باشد نکاح میکند و به شما هم وقتی که برآمدید ان شاء الله از اون افضلتر و عفیفه و پاکترش را نصیب میکند. اما برقرار کردن در جایش ایستادن این عائله خوبتر است و افضل است. بارک الله فیکم. ما در حق شما دعا میکنیم که الله حفظتون بکند و این بلا و مصیبت را از سر شما زودتر نابود و دور بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.